مثبت شد چرا؟ نخم مثبت شد. سلام، من پریسا هم. امروز اومدیم ببینیم که از بیبی چک چجوری میشه استفاده کرد. بیبی چکی که گرفتم برند مدیکوره و 11 روز بعد از لقاح میتونید ازش استفاده کنید. بریم برای آموزش استفاده از بیبی چک. برای اینکه من بخوام از این استفاده کنم نیاز دارم به ادرارم، پس میرم و میام. A few moments later. 2000 years later. بچه من اومدم با ادرارم. فکر نمی‌کردم همچین کاری بکنم. خب طبق دستورالعملی که گفته 3 تا قطره ادرارم باید توی این قسمت بچکونم تا ببینم مثبت میشه. 2 دقیقه هم باید صبر کنم. بعد یه قسمت تی داره، یه قسمت سی داره. اگر سی فقط تیک خورد، خط افتاد، یعنی منفیه، ولی اگر 2 تاش خط افتاد یعنی مثبته. بریم امتحان کنیم. یه قطره، 2 قطره، وای چه بوی بدی میده، 3 قطره. مثبت شد چرا؟ نخم مثبت شد.